ما رفتیم هایپر رو هرچی ویفر ایرانی با قیمت مناسب دیدیم برداشتیم برای اینکه میخوایم اقتصادی ترین، بهترین، خوشمزه ترین و بنگر ترین بیسکویت یا ویفر ایران رو بهتون معرفی کنیم. امروز میخوایم همه اینا رو بخوریم. خب از همین این ور شروع میکنیم، ترتیبی هم نداره. اولی کلاب پلاس کوپاه که خیلی به نظرم یوبسه بسته بندیش. خب قیمتش هم 7500 قیمت مصرف کنندشه. بسته بندیش که بده، خوب نیست، زشته. چرا تیره است؟ آره آدم انرژی منفی میگیره. آها نه، شیری شکلاتیه. خب خیلی قیافه خوبی نداره، انگار ترمال. بوی نارگیل میده. بوی نارگیل میده؟ بوی نارگیل میده بچه‌ها، فکر کنم نارگیلیه، چون ولی اصلا تو بسته‌بندیش هیچ حرفی از نارگیل نداره. منفی. خب ببین اصلا خوب تیکه نشد، خورد شد و این بازم یه نقطه منفیه. روش زده شکلات، بوی نارگیل میده، میخوری مزه پرتقال میده. دقیقاً. میخوام چون مزه میوه دیگه میده، مزه پرتقاله. ولی خب من خوشم نمیاد. ولی اگه نارگیل دوست داشته باشید به نظرم خوشتون میاد. نارگیل یکم عجیب غریب، یعنی نارگیل اصیل نیست. ها نوشته شکلات شیری. مزه شیر نمیده. خب بریم بعدی. ما اینو میذاریم فعلا اینجا بهترینا قرار میگیرن، اینجا بدترینا قرار میگیرن. خب بعدی هم دوباره کوپاه از همین مدل کلاب پلاس. بعد این یکی رو زده. این انرژی بهت میده، این انرژیزاه. بسته‌بندیش اوکیه. این بسته‌بندی اسپورتی داره، به نظرم جوون پسند. قرمز ممکنه به استقلالیا بر بخوره ولی سر این قرمز کلا بیشتر حس شکلات میده. آره قیمتش هم همونه یعنی شکلات شیری. اینم همونه. اگه مزهش همون باشه ناامید میشه. اینم همون بوده. نه فرق داره. چه فرق داره؟ عیناً هم. اون پرتقاله فکر کنم تو کل شکلاته کوپاه دسته کارگرش کنم پرتقالی. فقط رنگ جلدش فرق داره برای سلیقه های این باطن یکیه. خب این دوتا یکی هن اصلا. نه من به نظرم این باز از این بهتر بود. آره قرمز بهتر بود. اوکی برای من فرقی نداشت. خب دیگه مجبوریم این یکی سیاه سفیده. من حدس میزنم که این یه مزه دارک تری بده چون سیاه توشه. اکثرا قرمز واسه فندقیه، این واسه دارکه بیشتر. حالا ببینیم. اینم مزه پرتقال همون بود رو میده. همون دقیقاً. کوپا واقعا اسکم کلاهبرداری تو روز روشن داره میکنه. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? هیچ فرقی نداره با قبلی. من میگم قرمزه بعد این سفید مشکیه. دقیقاً من موافقم. خب بعدی مدل کنتی کوپاه باز. خیلی شبیه تویکسه دسته. این خیلی شبیه تویکس. اگه تویکس نمیدونید نمیارم رو تصویر. قیمت این 14,000 تومنه، یعنی 2 برابر این کلاب پلاس است و من 2 برابر این کلاب پلاس ازش انتظار دارم. اندازش هم بیشتره. اندازش رو باید سانت بگیرم وایسا. به جوش حجم انقدر نمیشه چند گرم. نه اسکن. بسته‌بندیش به نظرم اون دوتا بهتره. بیشتر دلم میخواد بخورم. یکم میدونی زرق و برقش بیشتره. یکم نمره منفی. نمیتونم باتون. سخت باز میشه. وای نمره خیلی خیلی مالیده به این ور اون ور. خیلی ذوب شدن. وسطش مدل رنگارنگیه، یعنی یه سه وافل طوره. چه شرکتی بود؟ کوپا. این بالاخره مزه پرتقال نمیده. قطعا از این سه تا بهتره. حجمش هم بیشتره، قیمتش هم گرون‌تره. شیرینیش هم بهتره. شیرینیش هم قابل تحمل تره. خب این به نظر من میاد این اول، درسته؟ بله. حالا میریم سراغ محصول بعدی کوپا. کوپا متاسفانه همه ویفرهای ایران رو تسخیر کرده. اینا حالا ویفر اصیلن، از این ویفرهای چند لایه‌ای که توی مراسم ختم
اینش فکر کنم فندقیه. اسمش سلکته گفتی؟ سلکت. خیلی اسم میدونی با کلاسی داره، مثل ریسپکت میمونه. تلخ فندقی. تلخ فندقی. قیمتش گفتی؟ قیمتش هم 14,000 تومانی، یعنی با کانتی یه قیمته. خب خیلی یه تنه و بروکسه، یعنی بلاک ماینکرافت انگار. اصلا آب نشده. ایول. اصلا آب نشده خدایی. خیلی گروت کرد. گروت. خوبه. من از اون قبلا خوردم، خیلی خوشمزه است. خدایی خوشمزه است. ولی من کنتر رو بیشتر دوست دارم. چون هم تلخ من خیلی دوست دارم، هم فندقی، این جفتش. گروت. فعلا اینو میذاریم اینجا. میریم سراغ گروت. بسته‌بندی این خیلی یکم این خیلی جنگل تور داره، مثلا حس طبیعت به آدم میده. این خیلی مدل نیویورکیه به نظر من. و این یکی هم این ویفر در زمان حکومت امام زمان ظهور کنه همه ویفرها جنگلی میشن. آها این سفیده. این سفیده مثل خیلی از شما ها. خیلی هم داره میریزه. اینو به نظرم خونه نخورید، بیرون بخورید. گروت. همشون بهتره. من تلخ فندقی خیلی بیشتر دوست داشتم. از همشون بهتره. خیلی بیسیکه. از همه تقریبا همه اینو میتونن بخورن، هیچ کس مشکل نداره بخورن چون خوشمزه است. چی بود فندقی؟ فندقی خالی عادی. در آخر هر دوتامون رتبه بندی میکنیم. بعدی یه شکلات جنجال‌آمیز، اینی که کوپا نیست. گروت. چیه؟ نظری من تا حالا نخوردم هیچی شد، چون به نظرم یه شرکت آشغاله. اسم شکلاتش چیه؟ اوته. اسمش اوته است، ولی خیلی تعریف از نظری شنیدم. میخوام امروز اینو انجام بدیم ببینیم کوپا که صنعت ویفر رو گرفته، این میتونه اونو شکست بده یا از کوپا شکست بده. شکلاتی سفید. آره سفید روکه شکلاتی. بسته‌بندیش به نظر میاد ساده و هیجان انگیزی نداره، خیلی مجذوب نمیکنه آدم. بعد اصلا خیلی معلوم نیست نظری، خیلی دور افتاده است. نمره منفی چون همه چیش مالیده به در، یعنی یه دور باید این در رو لیست بزنی، یه دور شکلات رو بخوری. وی نو نه مزه خمیردندون میده. بچه بودی خمیردندون توت فرنگی طرح آنه السا میزدیم، همونه. گروت خیلی بد مزه، ولی اونقدر بد نیست به نظرم، ولی من میتونم بخورم. من هیچ وقت دیگه حاضر نیستم اینو بخورم. به نظر من میاد اینجا. نه به نظرم. خب حالا نظر تو. نظر من اینه. نه نظر تو اینه. نظر من این نیست. و بعدی ببین این مهمان ویژه ما، این ویفر نیست ولی من اینو باید توی این ویدیو می آوردم که ازش قدردانی کنیم از شرکت زرماکارون عاشقتم. زرماکارون خوشمزه، لطفاً اسپانسرمون شو، ما 20 باکس دوست داریم. به نظر اصلا نخورده واقعا نخورده بهترینه، چون اینقدر که خوردیم دیگه ازش. آره دیگه ما زیاد خوردیم ولی ما میدونیم چنانده شما اینو بگیریم بخوریم، یعنی تا میتونیم بخوریم. یه صلوات هم بر این علاقه این 25,000 تومنه که قیمتش جنجال بپا میکنه. یعنی این شکلات خوب نه باید پایین تر بشه قیمتش. بیسکویت شکلات، بیسکویت اصلا بیسکویت شکلاتیه. مثلا من با همین پول میتونم 2 تا آیبای بگیرم. من به وجد نمیام با 25,000 تومان. 110 گرمه، مثلا این 20 گرمه، این 20 گرم. گروت کوپا به نظرم باید به جای اینکه انقدر مدل‌های مختلف بده یه مدل درست حسابی بده، یا مثلا روی همین سلکت بیشتر کار کنه. این کلاب پلاس به نظرم بریز دور، آشغال، به درد نخور.
کلاب پلاس چرا جلدای مختلف داره ولی طعمای مختلف نداره؟ خب اول من رتبه بندی که میکنم و میچینم اینه نظریه اول. اصلا این کلاب پلاس ها رو به نظرم نسازین دیگه کپا، حرف منو گوش میدین نساز. بعدش اینه، بعدش این کنتش، بعدش 20 باکسه، بعدش این. اگه بخوام غذایی رای بدم، اگه بخوام در کل رای بدم، مثلا این همه اینا رو آشغالا رو به هم میزنم. خب من حقیقه 20 باکس. آره 20 باکس، بعد سلکت فندقی تلخ، بعدش فانتی، بعد این اصلا خارج میشه از نه نباید اون دور مسابقات. نه اون خیلی خوشمزه بود. آره همین. این کانتی به نظرم اسمش خیلی بالا، انگار مثلا فوتبالیست سیاه پوسته. من میبینمش خندم میگیره مثلا، چون من کلا سیاه پوستا رو میبینم من خندم. در کل اگه میخواین بیسکویت یا ویفر بگیریم 20 باکس سلکت، بقیه نگیرید. تموم شد. بهترین قیمت، بهترین مزه. اگرم پول اینا رو ندارین نگیرین، مجبور نیست. اگه 25000 تومان ندارید اینا رو بگیرین. اگه این پول 14000 تومان ندارین اینو برو نگیر. کار کن پول در بیار اینا رو بگیر. انجوتیت شدی. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو کامنت کنید و نظرتون رو برای ما سابسکرایب کنید. چنل رو لایک کنید. گروت اگه میخواید که من با شرکت کوپات قرار دعوا بذارم این ویدیو رو بذارم.